رفتیم اماکنی رو که رد پای چنگیزخان و ایرانیان توی مغولستان بوده رو بررسی کردیم. هر کسی به ما میرسید میگفت ایرانی تو مغولستان چیکار میکنه؟ یعنی تو تمام اون پرواز فقط من یکی. ما طلبکار داریم. خب اینجا جاییه که چنگیزخان متولد شده، کنار رودخانه اورخون که رودخانه مقدسی است و این سنگچین رو بهش میگن گل. خودت اگه گوشه وایسی بهتره، چون چی؟ جلوی تصویر عذرخواهی می‌کنم. خوب شد گفتی. بشینید. در واقع اینجا یه جای مقدسیه که معمولا از سمت چپ 3 تا دورش میزنن، تو هر دور یه سنگی میندازن و این یه جور نظری دادن است. جلو شما رو کعبهشون در واقع. اینجا دکتر یوکایچی که از مغولشناسای خوب عالمم که دوست 20 ساله من است کنارم هست و این سفر رو به میزبانی ایشون رفتیم. خب تصویر بعدی. این عکس‌ها کم به هم ریخته است چون الان یه دفعه تصمیم گرفتم که نشون بدم. اگر عکس خانه باشه می‌بینیم که خطش فارسیه، تنها نوشته فارسی تو مغولستان. این کتیبه است از یک خانقاهی که دراویشی در مغولستان این رو بنا کردن و هر کدومشون یک شمش، در واقع هر کدوم از بزرگان شهر قراقرون پایتخت گویوکاآن جانشین چنگیزخان، هر کدومشون یه شمش طلا گذاشتن به عنوان نظری و این خانقاه رو ساختن. از خانقاه هیچی نمونده به جز این کتیبه و تو این کتیبه اسم مشایخ، اسم سرداران و تجاری اینجا هست، از بخارایی، آلمالیقی، سمرقندی و غیره، که به یک شیخ به نام شیخ مرشد دعوت کردند که بیاد و اونجا در واقع رئیس این خانقاه باشه، شیخ این خانقاه باشه.